اما شروع میکنیم از اون که قمچی بکتوشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و همزمان معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان که نامش در پیوند به بحث‌های مرزی در تاجیکستان هم معروف است از مقام برکنار شده است. فرمان را در این باره صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان روز 10 فوریه امضا کرد. سخنگوی جباروف از نام او نوشته است: این تصمیم را پیش از همه به منفعت کشورمان قبول کردم تا در بین جامعه و نهادهای دولتی جدایی نشود و برعکس یگانگی تقویت یابد. توشیف از همپیمان‌های سیاسی رئیس جمهور قرقیزستان بود و ضمن مذاکره‌های مرزی با تاجیکستان رهبری هیئت قرقیزستان را بر دوش داشت. در یکی از سفارت‌های قرقیزستان در اروپا امروز به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند توشیف در شهر میونخین آلمان تبابت می‌گیرد. او بعد از رویدادهای اکتبر سال 2020 در قرقیزستان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور تعیین شده به گفته خودش مبارزه را علیه فساد مالی و جنایتکاری سازمان یافته اعلان نمود. در عهد ریاستی او در کمیته دولتی امنیت ملی چندی از چهره‌های شناخته عالم جنایی در قرقیزستان دستگیر و کشته و مال و اموالشان به فایده دولت هم مصادره شد. همزمان با این فشار به جامعه شهروندی و سیاستمداران مخالف و رسانه‌های آزاد نیز افزایش یافت.